دوستای گرامی، مسلک های عزیز، رفاقت، مردانگی، کاکگی، هر آن چیزی بود او دمو وطن بود. یک تعداد انسانای پلید، نامرد، بی‌عزت، کسانی که راجوری میکنن سر وطندارای خودشان، سر قوم خودشان، در چه بیچارگی که یک هموطن ما امید میکنه، اعتماد میکنه که بیا اینجا کار برات پیدا کردیم، و یا ای که ما بیرون میرم بیا که علاجل برات ما ویزا میگیرم، بیا در فلان میمانی دعوتت میکنن، باز ببین که گروگان میگیرن، گروگان گیری. این فرهنگ پلید قطعا در جمهوری اسلامی ایران نبود. حالا مردم ما بسیاری دوستا گلمند است که حالا دیپورت میشیم، حالا فلان جای گرفتین میشه، هان میشه. بیاییم ما شما ایره قبول بکنیم که بسا کارهای ناروایی که حالا در جایی که ما شما زندگی میکنیم سر میزنه، یک پدیدای نو است و این فرهنگای کثیفه از اون سرزمین ما انتقال دادن در اینجا. این مردم هم حق داره. شما از طریق رسانه ها میبینید که اقدام به اخراج بکنن، حالا که در این میان تر خشک میسوزه و خط علایده است، بس علایده است. اما بیشترشان ما تعدادی از برادران شمالی و برادرای پنجشیر یا بغلان تماس میگیرد، کدام تو از برادرای تخار، اینمی انسانای بی عزت، بی آبرو، انسانای نامرد و پلیتی که دست به اعمال میزنن از اینمی جغرافیاست که با بسیار نامردی قومای ما شما را، حالا ما چند تا از برادرای پنجشیر برای من این جریانه گفتین و عملا تصاویرش پیش ما است. حالا از کودامن، از پروان، کاپیسا، تخار، بغلان، یعنی مشخص است که کسانی هم که دست به همچو کارا میزنن اینمی مردم سهیم است. چرا که مردم ما را که وقتی میخواین ارتباطی که وجود دارن نسبت ارتباط منطقی و شناخت قبلی است و یا در دیار هجرت، در دیار مسافری بالا یک هموطن خود، بالا یک وطندار خود اعتماد میکنه که باش والله همی از پروان است، این از زنگ زد صدایش یا از کاپیساس یا از پنجشیر است یا از تخار است، اعتماد صورت میگیره. اما اون نامردای به عزت با چی جنایتی که لطرکوب میکنن، شکنجه میکنن، چند گروپ شام گرفته شد. نه من مطمئن هستم که اینمی به عزتا گرفته میشن، باش ایمان داشته باشین که اینا به دار کشانده میشن و چه روزی را که خود اینا میبینن باز اون از طریق رسانه ها شما دیدین.